أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی، الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 87 درس گرفتیم و بنده حالا باشد میخواهم درس 88 را به سمع شما تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الثامن و ثمانون، یعنی درس 88. الدرس الثامن و ثمانون، یعنی درس 88. درس 88 به مثل درس های گذشته کلمه نو برای حفظ کردن دارد که اولا این کلمه ها باید با تمام نازکی هایشان حفظ کرده شوند. صاحب کتاب میگوید که قدیمه یعنی که آمد. قدیمه آمد. فعل مضارعش می شود یقدمو، می آید. یقدمو، می آید. مصدرش می شود قدومون، آمدن. قدومون، آمدن. همچنین می شود قدیمه را به معنای رسید ترجمه بکنیم. قدیمه یعنی رسید. یقدمو می رسد. قدومون، رسیدن. پس قدیمه یقدمو از 22 باب صرفی از باب 4 هست. از باب علم یعلمو هست. قدیمه به مثل علم، یقدمو به مثل یعلمو از باب 4 هست. بعد از این میگوید ملکه یعنی صاحب شد، مالک یک چیز شد، مالکش شد، صاحبش شد، صاحب شد. یملکو صاحب می شود، یملیکو صاحب می شود. یملیکو به معنای صاحب می شود یا دارای همون چیز می شود. مصدرش می شود میلکن، یعنی صاحب شدن. میلکن، صاحب شدن یا دارای یگان چیز شدن. ملک یملکو از 22 باب صرفی از باب 2 هست. از باب ضرب یا ضربو هست. ملک به مثل ضرب، یملکو به مثل یضربو از باب 2 هست. بعد از این میگوید حل یعنی که به معنای اقبله هست، یعنی روی آورد یا نزدیک شد. حل روی آورد یا نزدیک شد یا فرا رسید. همچنین حل به معنای فرامدن می آید، به معنای فرامدن می آید. و حل به معنای یک چیز در یک چیز دیگر داخل شدن می آید. یک چیز در یک چیز دیگر داخل می شود، ارلش می شود، او را میگن حل. پس حل به معناهای گوناگون هست، اما در این کتاب به معنای نزدیک شد یا فرارسید. صاحب کتاب به همین معنا میارش در حوار. بعد از این میگوید یحلو یعنی روی می آورد یا نزدیک می شود یا فرا می رسد. مصدرش می شود حلولون، یعنی حلول کردن یا نزدیک شدن یا به معنای فرا رسیدن. پس حل یحلو از 22 باب صرفی از باب نصر ینصرو هست، اما این مضاعف هست. مضاعف هست، مضاعف ثلاثی و به مثل مر یمرو هست. حل به مثل مر، یحل به مثل یمرو از باب نصر ینصرو هست. بعد از این میگوید دراجتون
دراجتون یعنی دوچرخه، دراجتون یعنی دوچرخه. جمعش می شود دراجاتون یعنی دوچرخه ها، چطوری که در صورت می بینید دوچرخه ها، دراجاتون یعنی دوچرخه ها. بعد از این می گوید دراجتون ناریتون، دراجتون ناریتون یعنی متسیکل یا متهدسیکل. دراجتون ناریتون موتسیکلش میگوین یا متسیکل. دراجتون ناریتون چطوری که در صورت واضح و بیان هست. بعد از این میگوید قطفه، قطفه یعنی چیند، چیندن میوه را میگویند قطفه به معنای چیندن. یقطفو میچیند، یقطفو میچیند فعل مضارع مصدرش میشود قطفون، قطفون یعنی چیندن. پس قطف یقطفو از 22 باب صرفی از باب دویم هست، از باب ضرب یضربو است. قطف به مثل ضرب، یقطفو به مثل یضربو. بعد از این میگوید ثمرون، ثمرون یعنی میوه، ثمر یعنی که میوه. جمعش میشود ثمارون یعنی میوه ها، ثمارون یعنی میوه ها. بعد از این میگوید حراثتون، حراثتون یعنی جفت کردن، شدگار کردن زمین. حراثتون جفت کردن زمین یا شدگار کردن زمین. بعدش میگوید حقا ما تقولو، حقا ما تقولو یعنی درست است آن چیزی را که تو میگویی. حقا ما تقولو درست است آنچه را که تو میگویی. پس در مسئله اعراب این کلمه حقا ما تقول سخنها زیاد است یا اعرابهای زیاد کرده میتوانیم ما این را. حقا را بعضی ها میگویند به معنای ظرف است، ظرف یعنی فی حق یعنی در راه درست هستی تو. ما تقول آن چیزی که گفتی گفتگیت در راه درست است. حقا را میگویند ظرف است، برای همین خاطر منصوب است و خبر مقدم هست. ما مای موصوله هست، مبتدای مؤخر هست. تقولو جمله فعلی صله ما هست، این ما مبتدای مؤخر است. این حقا ظرف متعلق به کائنون خبر مقدم هست میگن. این یک اعرابش است. و یک اعراب دیگر هم داریم در اینجا. حقا این مفعول مطلق برای فعل محذوف است، حقا مفعول مطلق برای فعل محذوف است. اصل کلام این طور است که حق ذلك حقا ما تقولو یعنی درست است آن چیز، درست است که میگویی تو. پس حقا نایب از جای مفعول مطلق هست میگویند، یا مفعول مطلق برای فعل محذوف است، برای همین خاطر میگویند منصوب است. پس ما میتونیم ظرفش بگوییم برای همین خاطر منصوب، میتونیم بگیم مفعول مطلق است برای همین خاطر منصوب است. بعد از این میگوید آلیون، آلیون یعنی پرقوت یا با قوت، آلی با قوت و پرقوت. بعدش میگوید محراث آلیون یعنی پلوکی با قوت، پلوکی پرقوت. محراث یعنی اون آلتی که با اون شدگار میکنن، با اون جفت میکنن. پس میگیم پلوک، پلوکی عالی یعنی پرقوت. بعدش میگوید لا تزعج نفسک، لا تزعج نفسک یعنی تشویش نده خودت را، تشویش نده خودت را، یا میگیم غم نده خودت را. لا تزعج غم نده، تشویش نده، نفسک یعنی خودت را. بعد از این میگوید جاهزون، جاهزون یعنی آماده، جاهزون آماده، تیار. هر چیزی که تیار باشد او را میگن جاهزون، یعنی جاهز است، آماده است، تیار هست. پس این جاهزون اسم فاعل هست.
از فعل جهز یجهزو گرفته شدگی است. جهز یعنی آماده شد یا آماده کرد. یجهزو آماده می شود یا آماده می کند. جاهزون آماده، اسم فاعل از جهز یجهزو که از باب فتح یفتحو از سیم باب 22 باب صرفی است و گفته بودیم باب سیم شرط دارد که عین باب یا لام باب حرف حلق باشد. پس جهز عین باب حرف حلق است و موافقت میکند برای باب سیم. بعد از این میگوید کفا کفرانن. کفا کفرانن یعنی بس هست ناشکری کردن. کفا کفرانن بس است دیگر ناشکری کردن، یعنی بس است شکری نعمتهای الله را بجا نآوردن. کفران، کفران نعمت یعنی شکری نعمت را بجا نآوردن. پس میگوید بس است کفران نعمت، بس است ناشکری کردن. کفا فعل ماضی و فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو. کفرانن، این کفرانن ما میتونیم تمیز برای کفا بگیریمش. کفا کفایه میکند وی را، کفا هو یعنی کفایه میکند وی را. کفرانن یعنی ناشکری کردن، سپاس نگفتنی برای نعمت، شکر نعمت رو به جا نآورده. پس کفرانن منصوب است به خاطر آنه که تمیز است، تمیز برای کفا است. پس کفا یک عادت دیگر هم دارد که بعدش فاعلش با حرف جری، با حرف جر زائده مجرور می شود. مثلا کفا بمحمدین یا کفا بزیدین کفرانن. کفا فعل ماضی با حرف جر، بزیدین اگر بگیم کفا بزیدین، کفا فعل ماضی با حرف جر زائده، زیدین لفظا مجرور محلا مرفوع، فاعل کفا کفرانن تمیز برای کفا. دقت دادید؟ پس این کفای عادت دیگر هم داشته است که حرف جر زائده در اول فاعلش می آمده است. به مثل آیت کلام الله که الله سبحانه و تعالی میگه و کفا بالله وکیلا. و کفا بالله، بالله با حرف جر، اللهی این لفظا مجرور محلا مرفوع، فاعل کفا هست. وکیلن تمیز است برای کفا و دیگر اعرابا هم در اون وکیلن میکند، اما و کفا بالله حسیب است یا وکیل است. حسیب است والله علم. و اگر حسیب هم باشد یا وکیل، هر دویش میشود چه؟ میشود تمیز. یا بعضی ها میگویند حال است و دیگر اعراب ها هم دارد. اما کفا کفرانن در اینجا ما میتونیم تمیز بگیریم برای کفا. بعد از این میگوید کفران بالنعمی. کفران بالنعمی یعنی که شکر نکردن نعمت ها یا ناسپاسگزاری برای نعمت ها، بجا نآوردن شکر نعمت ها. کفران بالنعمی. بعدش میگوید نعمتون. نعمتون نعمت ما شما میگیم نعمت است، یعنی نعمتی از جانب الله هست، فضل از جانب الله هست. نعمتون نعمت. جمعش میشود نعمون یعنی نعمت ها. نعمون یعنی نعمت ها، جمع نعمت. بعدش میگوید نعم الله یعنی نعمت های الله تبارک و تعالی. نعم الله نعمت های الله تبارک و تعالی. بعدش میگوید شرابون. شرابون یعنی نوشابه یا نوشاکی، هر چیزی که نوشیده میشود او را میگن شراب. چه آب باشد، چه ساک باشد، چه هر چیزی که نوشیده میشود او را میگن شراب. آب میوه باشد، کمپوت باشد، هر چیزی میگن شراب، یعنی که نوشاکی. شراب به معنای نوشاکی. بعدش میگه اشربتون. اشربتون یعنی نوشاکی ها. اشربتون نوشاکی ها. بعدش میگه لا یحصا. لا یحصا یعنی حسابیده نمی شود. لا یحصا حسابیده نمی شود. یحصا فعل مضارع مجهول است. فعل مضارع معلومش میشید یحصی، می شمارد.
یحصی می شمارد. یحصا شماریده می شود، اما لای نافیه که آمده است میگد لا یحصا شماریده نمی شود. پس یحصا از احصا یحصی گرفته شده است، از باب هفتم هست. احصا شمارید، یحصی می شمارد. لا یحصا شماریده نمی شود، حساب کردن نمی شود. بعدش میگوید حمیده. حمیده یعنی حمد گفت، ستایش کرد، تعریف کرد. حمیده به معنای حمد گفتن و ستایش کردن و تعریف کردن. بعدش میگوید که یحمدو، فعل مضارعش یحمدو یعنی حمد میگوید، ستایش میکند، تعریف میکند. مصدرش میشود حمدون، ستایش کردن، تعریف کردن و حمد و ثنا گفتن. اکنون حمید یحمدو از 22 باب صرفی از باب چهارم هست، از باب علم یعلمو هست. حمیده به مثل علم، یحمدو به مثل یعلمو از باب چهارم هست. بعد از این میگوید نبعون. نبعون یعنی خبر. نبعون معنایش خبر. جمعش میشود انباءون، خبرها. انباءون خبرها. چطوری که الله هم در قرآن میگوید که عما یتساءلون عن النبأ العظیم. نبأ انا همین نبأ هست. عن النبأ العظیم یعنی از نبأ بزرگ، یعنی از خبر بزرگ. پس نبأ به معنای خبر. نبأ خبر، انباء خبرها. یا واقعه هم بگیم میشه یک واقعه. نبأ واقعه، انباء واقعه ها. یا نبأ یک چیزی پیش آمده، انباء چیزهای پیش آمده ها. بعد از این میگوید سل. این سل فعل امر است، از فعل سأل یسألو گرفته شده است. سل فعل امر است، از فعل سأل یسألو گرفته شده است. اما این چرا سل آمده است؟ یعنی اصلا باید دقت بتید اینجا باید اصلا میشد به این طریق. مثلا فعل ماضیش سأله هست، همزه دارد. فعل مضارعش میشود یس. ببینید یس الو، یس ا، یس الو. یس الو فعل مضارع هست. اکنون ما از یسالو قاعده که گرفتگی بودیم برای فعل امر گرفتن، اصلا این طریق بود که حرف مضارعت را، یا اولین کاری که میکنیم ما لام آخرش نگاه میکنیم حرف صحیح هست، ساکن میکنیم. پس آخرش ساکن شد، یسأل. اولین کار در فعل امر میکنیم، آخرش اگر حرف صحیح باشد ساکنش میکنیم. بعد از این یا که حرف مضارعت است یا را حذف میکنیم. وقتی حذف میکنیم سین ساکن دارد، در زبان عربی با ساکن شروع کردن نمی شود. پس احتیاج داریم به همزه وصل. همزه وصل میاریم. پس می شود نگاه میکنیم عین بابا که فتحه است، همزه وصل کسره میتیم. پس میگوییم که اسأل. دقت دادید؟ اسأل. اصلا این از فعل امر. اسأل فعل امر هست، اما اینجا در سل هست. سل هر دوش ترجمهش یک چیز است. اسأل یعنی بپرس، سوال کن. سل سوال کن، بپرس. اما چرا این اسأل شد حال ما فعل امر گرفتیم؟ اینجا در میگد سل. در زبان عربی یادتون داشته باشید دو فعل هست که اونها را همزه شان در اول کلام اگر بیاید حذف می شود. همزه شان حذف می شود. اون دو فعل امره هست و سأله هست. امره یأمرو، فعل امره وقتی ما بگیریم به موافق قاعده می شود امور. امور یعنی امر کن، فرمان بده. دقت دادید؟ چطوری که سأله یسألو را فعل امرش گرفتیم شد اسأل. این هم می شود به این طریق هم بگیم درست است. اما سل میگوید چرا؟ اکنون دقت بتید. پس ما پیشتر گفتیم آخره حرف لام ساکن میکنیم و حرف مضارعت را میگیریم
و چی مونده؟ سین با ساکن مونده. پس همزه را میگه حرکتش را در حرف سین میتیم. یه قاعده دیگر است. دویم طریقه است برای دو فعل است. خلاص در همزه را حرکت در سین میتیم. پس میشود التقاء ساکنین سل. دقت دادید؟ بین همزه و بین لام التقاء ساکنین شد. پس همزه را حذف میکنیم میشود سل. اما این را ما یگان قاعده داریم که بتیم؟ نه، قاعده نداریم. این سماعی هست. این سماعی هست. پس سل فعل امر شد. دقت دادید؟ سل فعل امر شد. اکنون امره امرو هم همین طور است. قاعده قطعی میگیم امور، همزه دویم قلب واو میشود امور، یعنی امر بکن. اما فعل امر ما میگیم مر، یعنی امر بکن. اونم به مثل همین همزه شا حذف کردیم، چطوری که سأل یسأل رو نوشته براتون یاد دادیم. اما این در کجا باشد؟ در اول کلام باشد یا در اول باشد مسل یا مر میگیم. اگر که در بین کلام باشد چه؟ در بین کلام باشد افضل و بهتر است که ما همزه را بیاریم، چرا که الله هم در قرآن میگه که فاسألوا اهل الذکر. ببین، یعنی که در بین اومد، اول در فی حرف فا که اومد الله گفت فاسألوا، همزه را اثبات کرد، الله همزه را آورد فاسألوا. پس در بین باشد اگر همزه برمیگردد یا همزه میآید. غالبا میآید، بسیار وقت میآید، اما بعضی وقت هست که با نمیآید، اما بسیار وقت همزه برمیگردد. یا امر یأمرو، ما گفتیم که فعل امرش اگر در اول بیاد میشود مر، اما در بین باشد پیش از فعل این فعل اگر حرف دیگر باشد، مثلا واو باشد یا فا باشد، پس میگیم وأمر. دیدید همزه برگشت. وأمر اهلک بالصلاة. الله هم در قرآن میگوید وأمر اهلک بالصلاة. اینها هر دویشون همزه شون حذف کرده میشود. همزه امره و سأله حذف کرده میشود در اولی کلام باشد، اما پیش خودش فا و واو باشد یا ثم، در این صورت همزه شون بر میگردد غالبا، اما گویی هست که بر نمیگردد. این معلومات درباره سأله و امره. باز دو فعل دیگر داریم، اخذه و اکله. اونها هم همچنین همزه شون واجب است که حذفش کنیم. مثلا اکله با موافق قاعده بگیریم، اگر باید فعل امرش بگیم که اوکل، اما اوکل نمیگیم، میگیم کل، همزه را حذف میکنیم، همزه را حذف میکنیم. و اخذه باید فعل امرش بگیم که اوخذ، اما اوخذ نمیگیم، میگیم خذ، همزه را حذف میکنیم. دقت دادید؟ این را واجب است که همزهش حذف کرده شود. و این معلومات کوتاه درباره سأل، امر و اخذ و اکل، این فعل‌ها را در ذهنتون داشته باشید. پس سل این فعل امر است و جایز است بگیم اسأل. اسأل هم بگیم جایز است. بعدش میگوید لا تسل، لا تسل یعنی سوال نکن. ببین نگه همین سلش کرد، اما بهتر و خوبتر ما بگیم لا تسأل، زیرا که این در بین است یا در وسط آمدگی است، پیش از خودش لا آمدگی است، این فعل مضارع است. بهترش ما بگیم که لا تسأل، لا تسأل بهتر و خوبتر است. پس بیا اینجا را اصلاح میکنیم، یا که افضل رو می نویسیم که لا تسأل، لا تسأل، لا تسأل یعنی سوال نکن. سل سوال بکن، لا تسأل سوال نکن. انا فی انتظارهی یعنی من در انتظار وی هستم. انا فی انتظارهی یعنی من در انتظار وی هستم. اینجا را به خاطر سل به اصل خودش بمونیم، باقیش بگذاریم، بهتر و خوبتر هست. لا تسل تا اینکه فهمیده شود، لا تسل. اما بدانید که لا تسل است افضل و خوبتر و بهتر. و اینجا حذف کردن تخفیفاً حذف کرده هستند. اینجا دا تخفیفاً و به التقاء ساکنین الف را اولا همزه را الف کردن، بعد حذفش کردن، یا همزه را حرکت در سین دادن، به سبب التقاء ساکنین همزه را
حذف کردن. اما این قاعده را قرار ندید، زیرا که اینطور قاعده نداریم ما، اینطور قاعده نداریم ما. این از عرب همینطور شنیدن و قاعدهش همینطور گرفتن، یا بعضی میگن سماعی هست این را همینطور حذفش میکنن. بعد از این میگوید انا فی انتظارهی، یعنی من در انتظار وی هستم. انا فی انتظارهی یعنی من در انتظار وی هستم. بعدش میگوید که احرزه، احرزه به معنای به دست آورد یا رسید، همچی به معنای فراهم آوردن می شود و به معنای ذخیره کردن می شود، معنای گوناگون دارد. اما در این کتاب به معنای رسیدن یا به دست آوردن صاحب کتاب استفاده اش می برد در حوار این درس. احرزه به دست آورد یا رسید. احرزه از 22 باب صرفی از باب هفتم هست، از باب اکرم یکرم و اکراما. احرزه یحرز احرازا، احرزه رسید یا به دست آورد، یحرز میرسد به دست میآورد، احرازا به دست آوردن مصدر هست و این از باب هفتم هست. بعد از این میگوید احرزا نجاحه. اکنون اینجا در معناش حاضر میبراید احرزا نجاحه. ببینید یعنی به دست آورد پیروزی رو. احرزه ببینید به معنای به دست آورد، به معنای به دست آوردن، به دست آورد کامیابی و پیروزی رو، به دست آورد کامیابی و پیروزی رو. احرزه همچنین میتونیم بگیم رسید، رسید به کامیابی و پیروزی، رسید به کامیابی و پیروزی. به دست آورد، رسید، هرش یک معنی دارد، اما در اینجا به معنای فراهم آورد یا ذخیره کرد موافقت نمی کند. بعدش میگوید بفارغ صبری. این کلمه بفارغ صبری این را اصلا میگویند اضافه صفت به موصوف. این را میگویند اضافه صفت به موصوف و معنای این بفارغ صبری یعنی که بی صبرانه. این طور اولا ترجمهش میکنیم بی صبرانه. اما اصل این کلام چی است؟ اصل این کلام این طور است که الصبر الفارغو. این فارغو هم الف لام دارد، بعد صبر هست. الصبر الفارغو یا بالصبر الفارغی. اصل این طور است، یعنی به صبری که نزدیک است که تمام شود، یعنی بی صبرانه، بی صبرانه. اکنون این فارغ اصلا صفت برای صبر بود، پس ما صفت صبر را پیش از صبر آوردیم و الف لامش را گرفتیم و مضافش کردیم. این صبر اول موصوف بود، این را مضاف الیهش کردیم. پس این را میگویند که اضافت الصفت الی الموصوف، اضافه صفت به موصوف، یعنی فارغ صفت بود، پس صفت را ما آوردیم مضاف کردیم، اضافهش کردیم به موصوفش که صبر موصوف است. دقت دادید؟ پس این قاعده را در ذهنتون بگیرید که در زبان عربی این طور جای ها می آید. معناش چی است؟ گفتیم بی صبرانه، اما به عربی میگن که بی صبرین یکاد و ینفدو، به صبری که نزدیک است که به آخر برسد، به صبری که قریب است که تمام شود. پس به تاجیکی همونی که میگیم بی صبرانه بسیار ترجمه موافق است و ترجمه خوب هست. بفارغ صبری یعنی بی صبرانه. بعد از این میگوید الی ان، تا این که، الی حرف جر، ان حرف مصدریه، بعدش یعنی کلمه میآید تا اینکه کلام پر شود. الی ان تا این که. بعدش میگوید قریبا، قریبا یعنی به نزدیکی، قریب، قریبا یعنی قریب. بعدش میگوید جادون، جادون یعنی جدی، انسانی که سخن میگوید جدی، به هزل و شوخی نی، شوخی نکرده است، جاد است یعنی جدی، بعدش که میگیم جدی. بعدش میگوید هازلون، هازلون این ضد جدی است، یعنی شوخی کننده. هازل کسی که شوخی میکند، هزل کننده. پس هازلون از باب دوم هست. این هازلون اسم فاعل است، از هزل یهزلو گرفته شده است. هزل یعنی هزل کرد، شوخی کرد. یهزلو هزل میکند، شوخی میکند. هازلون شوخی کننده، هازلون شوخی کننده اسم فاعل هست، از باب ضربه یضربو است، از باب
ثلاثی مجرد هست. بعد از این میگوید که اترضا، آیا راضی میشوی تو؟ اترضا، آیا راضی میشوی تو؟ همزه استفهام است. ترضا فعل مضارع مخاطب. اترضا یعنی آیا تو راضی میشوی؟ بعدش میگوید که منح یعنی داد، بخشید. منح به معنای دادن، بخشیدن، بذل کردن، عطا کردن. منح داد. فعل مضارعش یمنحو میدهد، عطا میکند، میبخشد، بذل میکند. مصدرش میشود منحن، دادن، بخشیدن، عطا کردن، بذل کردن. پس منح یمنحو از 22 باب صرفی از باب سیوم هست، از باب سیوم هست، از باب منع یمنعو هست، از باب فتح یفتحو است. و این باب ما گفتیم که باید عین باب یا لام باب حرف حلق باشد. پس ببینید که لام باب حرف حلق است. منح بر وزن فعل، لام باب حرف حلق است. پس موافقت میکند از باب سیوم باشد. پس همچنین از باب سیوم هم هست. منح از باب سیوم است. بعد از این میگوید مبلغون. مبلغون یعنی مقداری از چیزی. مبلغ یعنی مقداری از چیزی. جمعش میشود مبالغو، یعنی مقدارهای از چیزی یا کمی از چیزی. مبلغ کمی از چیزی، مبالغو کمی از چیزهای. این صیغه منتهی الجموع است و آخرش تنوین را قبول نمی کند. بعدش میگوید که علی الرأس والعین. این کلمه علی الرأس والعین در لغتنامه های فارسی تاجیکی در ترجمهش میگویند که با کمال خرسندی و آسودگی خاطر. علی الرأس والعین یعنی با کمال خرسندی و آسودگی خاطر. این ترجمه لغویش است که در کتابا دور میزند و چرخ میزند. اما اگر ما خودمان حالا برای فهم شدن ترجمه کنیم، پس همون کلمه است که یک کس ما و شما را کار فرماند میگیم با چشم. پس علی الرأس والعین یعنی با چشم، با سر و چشم، یعنی علی الرأس والعین با سر و چشم. پس همون که یک از کار مفرم میگیم علی الرأس با چشم، پس این انا همون هست. علی الرأس والعین یعنی با چشم. یا میتونیم همون ترجمه کتابی را بگیریم که با کمال خرسندی و آسودگی خاطر. بعد از این میگوید یا بنیه. یا بنیه یعنی ای پسرکم، ای پسرکم. کلمه یا بنیه اصلش که از بنی اسم تصغیر است، و مثل عبد، بنده، عبید، بندچه، رجل، مرد، رجیل، مردچه. مایدک اسم تصغیرش میکردیم. فرسون، اسب، فریسون، اسبچه. پس این ابن، ابنی تصغیر ابنون هست. ببینید کلمه ابنون، کلمه ابن رو تصغیر کرده، تصغیرش که کرده میشود بنی. پس چیکارش کردیم که بنی شد؟ دقت بتید. اولا کلمه ابن این طریق است که ابنون، ابنون. خب ابنون رو ما میخوایم تصغیرش بکنیم، یا عرب میخواد تصغیرش کند. ابنون رو چیکار کردیم که بنی شد؟ دقت بتید. اولین کاری که میکنیم همزهش همزه وصل است، همزه را حذف میکنیم. برای ما همزه در کار نیست، زیرا که از اصل کلمه نیست. پس ما همزه را حذف کردیم. و دویم کار میکنیم از کلمه ابنون، یعنی اینجا 2 حرف است، در تصغیر ما باید 3 حرف داشته باشیم. پس این کلمه ابنون رو به اصلش برمیگره، همزهش همزه وصل که باشد، پس یه حرف این حذف شدگی است. اون حرفی که حذف شدگی است اون واو هست. پس ما واو رو برمیگردونیم. پس میشه چی؟ دقت بتید. این اکنون اصل کلام ابنون این طریق بود، بنون. دقت دادید؟ بنون. این اصل کلمه ابنون هست. ابنون از نام بنون گرفتگی است، از بنون. خب انا اکنون بنون که 3 حرف شد، بر وزن فعلون 3 حرف. اکنون ما را میتونیم تصغیرش بکنیم، یعنی میدچش بکنیم. یعنی بنون یعنی پسر، یک پسر. میخوایم بگیم پسرچه، پسری میدهک. چطور میگوییم؟ میگوید بر وزن فعلونش کو،
پس میکنیمش که پیش از ما قبل آخر یا را همراه میکنیم، حرکت ها را تغییر میتیم، میشه و بو، ببینید بو نی بونی بونی ون. دقت دادید این اصلش است، بونیون بر وزن فعیلون، چطور که رجولون رجیلون میشود ان همون طور. اکنون بونیون شد، انهاز ترجمهش میشود پیسری خردکک، پیسری میدهک. دقت دادید. اکنون قاعده داریم ما که در یک کلمه واو و یا جمع شود، واو قلب یا می شود، واو قلب یا می شود. پس این واو اخیر را یا میکنیم، می شود چی؟ بنیون. دقت دادید شد بنیون. وقتی بنیون که شد، ما قاعده داریم که دو حرف همجنس بر بیاید، اولش ساکن، ببینید یکم یا ساکنه، دویمش متحرک باشد، یا را در یا قلب میکنن، یا را در یا ادغام میکنن. پس یا را در یا مدراره میشود چه؟ میشود بنیون. دقت دادید این طریق بنیون. اکنون شد تصغیر ابنون بنیون. اکنون حالا بنیون هست، ما میخواهیم بنیون را بگیم فرزندچک من، یعنی در آخرش یا را باید همراه کنیم. پس میگیم بنی، پیش از یای مخاطبه، پیش از یای متکلمه کسره میکنیم، میشه بنی. این طریق دیدید بنی یعنی پسرچک میده من، پسرچک میده من. اکنون بنی را میخوایم منادا قرار بدیم، فریاد کنیم. دقت دادید میخوایم فریادش کنیم. پس چی طریق فریادش میکنیم؟ میگیم یا حرف یا را میاریم، یا بنی. دقت دادید یا بنی، یا آخرش ببینید یا وقتی که سه یا در یک کلمه جمع شود، بنی سه یا در یک کلمه جمع شد، یا اخیر قلب الف می شود. وقتی قلب الف شد باید ما قبل الف چی باشد؟ فتحه باشد، می شود بنیا. بنیا شد. اکنون نداش میکنه میگم یا بنیا، یا بنیا. و این الفی که در آخر هست پیش از خودش علامت هست که دلالت به الف میکند، یعنی که این فتحه‌ای که هست در بالای یا میتونه ما الف حذف کنیم، میشه بنیا. پس میگیم یا بنیا یعنی ای فرزندچه من، ای فرزندچه من. پس این از طریق تصغیر کردن ابن و مسئله یا بنیه همین طریق است و این رو در ذهنتون داشته باشید. پس در اعرابش میگیم یا حرف ندا، یا حرف ندا مبنی علی السکون لا محل. بنیه اینجا در الف بود نه، ببینید بنیه. میگیم یا حرف ندا، بنیه منادا، مضاف که هست منصوب و علامت نصبه الفتحة، میگیم الفتحة المقدره، الفتحة المقدره قبل یا این وقتی که با یای متکلم اگر که مضاف که شد، پس میگیم که منصوب و علامت نصبه الفتحة المقدره منع من ظهورها اشتغال المحل بحرکت المحذوف، بحرکت المناسبه با یای محذوفه. گفتم اینجا این یا بود که بنیی بود اصلش، اما این فتحه است که جا آمد. گفتیم این فتحه، گفتیم این یای سیوم قلب الف شد و الف رو حذف کردیم، دلالت میکرد این فتحه برای ان همون الف بودن. پس این فتحه که در آخر یا بنیه هست این اعراب نیست، این حرکت اعرابی نیست، این حرکتی دلالت میکند به یای متکلمه که ضمیر متکلمه که قلب به الفش کردیم، این دلالت به همون میکند. خب این هست اعرابش. پس میگیم یای محذوفه مضاف الیه. پس این بود کلمه های نوی درس 88. با همین کلمه های نوی درس 88 به پایان رسید. پس میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 88. صاحب کتاب میگوید حل الخریف و قطفت الثمار و حصدت الزروع
و علینا من الآن ان نستعد للحراثة حقا ما تقول لا بد من الحصول على محراث آلی او اثنین على الاقل. میگوید که حل الخریف، فرا رسید تیرماه یا نزدیک شد تیرماه، و قطفت الثمار، و چینده شدن میوه ها، و حصدت الزروع، و درویده شدن زراعت ها یا جمع کرده شدن زراعت ها. و علینا، پس لازم است برای ما، من الآن، از حال حاضر، ان نستعد للحراثة، این که آماده شویم برای شدگار کردن زمین، برای جفت کردن زمین. حقا ما تقولو، درست است چیزی که میگویی. حقا ما تقولو یعنی درست است آن چیزی که میگویی. لا بد من الحصول، لا بد من الحصول یعنی حتما باید پیدا بکنیم یا حتما باید پیدا کرده شود علی محراث آلیین، بر یک آلت جفت کننده با قوت، یک پلوکی با قوت، او اثنین یا دو پلوکی با قوت، علی الاقل، حد اقل. میگه حل الخریف و قطفت الثمار و حصدت الزروع و علینا من الآن ان نستعد للحراثة حقا ما تقول لا بد من الحصول على محراث آلی او اثنین على الاقل. یعنی که نزدیک شد تیرماه یا فرا رسید تیرماه و چینده شدن میوه ها و درو شدن زراعت ها، و لازم است برایمان از حال حاضر آمادگی بگیریم برای شدگار کردن زمین. درست است آن چیزی که میگویی تو، حتما پیدا بکنیم یک آلت جفتکنک، یک پلوک با قوت یا دو پلوک با قوت، حدی اقل. حل فعل ماضی، الخریفو فاعل حل، و قطفه فعل ماضی مجهول، الثمار نائب فاعل، برای همین خاطر مرفوع است. اما الخریفو فاعل است، الثمار نائب فاعل است. و حصدت الزروع، این هم همچنین زروع نائب فاعل است، زیرا که حصیده فعل ماضی مجهول است. و علینا، اعراب علینا جار مجرور متعلق به واجبون یا به ثابتون، خبر مقدم هست. مبتداش در کجا است؟ مبتداش ان نستعد به تعویل مصدر مبتدای مؤخر هست. یعنی و علینا من الان الاستعداد للحراثة. الاستعداد ان نستعد به تعویل مصدر الاستعداد یا استعدادنا، استعدادنا انا همین مبتدای علینا هست، یعنی علینا خبر است، این مبتدا می شود. حقا ما تقولو، حقا اعرابش گفتیم که مفعول مطلق برای فعل محذوف، اگر ظرفش بگوییم پس در این صورت خبر مقدم، ما مبتدای مؤخر موصوله، تقولو صله ما. لا بد، لا لا نافیه، بد اسم لا منصوب. دقت دادید، اسم لا، بد اسم لا است، برای خاطر فتحه دارد. من الحصول على محراث آلیین، من الحصول خبری لا نافیه للجنس، على محراث جار مجرور متعلق به حصول، حصول مصدر است، و على محراث متعلق به حصول. آلیین صفت محراث، او اثنینی عطف در جای محراث، محراث آلیین. على الاقل جار مجرور. بعد از این میگوید لا تزعج نفسک الآلات والمکنات عندنا جاهزتون. میگوید که لا تزعج نفسک، یعنی تشویش نته نفست را، تشویش نته خودت را، یا غم نته خودت را. الآلات والمکنات، آلات یعنی آلت ها، آلات یعنی آلت ها، والمکنات یعنی دستگاه ها، مطارها. عندنا جاهزتون، در نزد ما آماده هست. الآلات والمکنات عندنا جاهزتون،
یعنی آلت‌های برای جفت کردن، و المکینات یعنی دستگاه ها در نزد ما آماده است. لا تزعج نفسک الآلات و المکینات عندنا جاهزتون. غم نده نفست را، غم نده خودت را، تشویش نده خودت را، آلت ها و دستگاه ها نزد ما آماده است، نزد ما تیار است. لالای ناهیه است. تزعج فعل مضارع مجزوم بلای ناهیه، فاعلش ضمیر مستتر تقدیر انت، نفس مفعول به، تزعج نفس مضاف، کاف مضاف الیه. الآلات مبتدا و المکینات عطف در جای آلات، عندنا ظرف، جاهزتون خبری الآلات خبری مبتدا. بعدش میگوید که کفا کفرانا بنعم الله، کفا کفرانا بنعم الله، یعنی کفایت میکند یا بس است ناشکری کردن به نعمتهای الله سبحانه و تعالی. کفایت میکند، بس است ناشکری کردن به نعمتهای الله سبحانه و تعالی. کفا فعل ماضی، کفرانن گفتیم تمیز است، برای همین خاطر منصوب است و تمیز کفا هست. بعدش میگه من این طعامک و من این شرابک و من این لباسک و من این صحتك الله الذي منحك كل هذا وغيرها من نعم لا تحصى فعليك أن تحمده وتشكره وتنصر دينه وتجاهد في سبيله. میگوید که من این طعامک، یعنی از کجاست طعام تو، طعام تا از کجا میابی؟ و من این شرابک، نوشاکیت را از کجا میابی، از کجا هست؟ و من این لباسک، لباس تنت از کجا است؟ و من این صحتک، صحت و سلامتیت از کجا است؟ الله الذی، الله هست کی منحک کل هذا، یعنی که داد است برای تو، بخشیده است برای تو، کل هذا همه همین را، و غیرها و غیر این چیزهایی که گفتیم، من نعم لا تحصى، از نعمتهایی که شماریده نمی شود، از نعمتهایی که حسابیده نمی شود که الله برای من دادگی است. فعلیک ان تحمده، پس لازم است برای تو که حمد بگویی الله را. فعلیک پس واجب است، لازم است برایت، ان تحمده، این که حمد بگویی الله را، و تشکره، و شکر بگویی الله را، اینجا دا باید واو داشته باشد، و تنصره، و نصرت بدی دینه، دین الله را، نصرت بدهی دین الله را، و تجاهد فی سبیله، و جهاد بکنی در راه الله تبارک و تعالی. اکنون دقت بتید، میگه که من این طعامک، من این جار و مجرور متعلق به کائنون، خبر مقدم، طعامو مبتدا مؤخر، طعامو مضاف، کاف مضاف الیه، دیگه همش همین طور است. من این شرابک، من این متعلق به کائنون، خبر مقدم، شرابو مبتدا مؤخر، و من این لباسک و من این صحتک، اعراب همه اینها یک چیز است. الله الذی، الله مبتدا، الذی صفت الله، الله کی منحک کل هذا، منح فعل است که دو مفعول میگیرد، دو مفعول میگیرد، دقت بتید. منح فعل ماضی، فاعل ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگردد به الله. کافی که میبینید منحک، این کاف ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل نصب، مفعول به اول، کل مفعول به دوم، منحک کل هذا، کل مضاف، هذا مضاف الیه. دقت دادید؟ پس منح دو مفعوله هست، این کاف مفعول یکمش است و کل مفعول دومش است. و غیرها، غیر عطف در جای کله هست، عطف در واو عطف، غیر عطف در جای کله هست. من نعم لا تحصى، از نعمت هایی که حسابیده نمی شود. خب اکنون ما مبتدا را گفتیم، الله مبتدا است، الذی صفت الله است، منحک کل هذا و غیرها، این منحک جمله فعلی صله الذی است. پس خبر در کجا است؟ خبر الله الذی منحک کل هذا، یعنی الله کی داد است برای تو همه این رو و غیر از اینها رو،
من نعم، از نعمت‌هایی که لا تحصا، شماریده نمی شود، شماریده نمی شود. پس خبر اینجا الله مبتدا است و من نعمین این را میتونیم جار و مجرور متعلق به کائنون خبر بگیریم. خبر الله من نعمین، این لا تحصا، این لا تحصا صفت می شود برای نعم، زیرا که نعم نکره است. لا تحصا صفت می شود برای نعم. الله الذی، الله کی داد است برای تو همه این چیزها را و غیر از این چیزها را از نعمتها، از نعمتها. لا تحصا شماریده نمی شود. فعلیک ان تحمده، پس واجب است برای تو که حمد بگویی الله را. پس علیک را گفتیم جار و مجرور متعلق به واجبون یا ثابتون یا لازمون، خبر مقدم ان تحمده به تعویل مصدر مبتدای مؤخر. و تشکره، این عطف در جای تحمده. و تنصر دینه، تنصر عطف در جای تحمده. و تجاهده عطف در جای تحمده. فی سبیل، این واوهایی که در بین هست این واوها همشون واوهای عاطفه هستند. من این طعامک و من این شرابک و من این لباسک و من این صحتک الله الذي منحك كل هذا و غیرها من نعم لا تحصى فعليك ان تحمده و تشکره و تنصر دینه و تجاهد فی سبیله. یعنی از کجاست طعام تو، خوراکت، غذایت، و از کجاست نوشاکه تو، و از کجاست لباسهای تو، و از کجاست صحت و سلامتی تو. الله هست که داد از همه اینها را، الله هست که داد از همه اینها را برای تو و غیر از اینها را از نعمتهایی که لا تحصا شماریده نمی شود. پس واجب است برایت حمد گفتن الله و شکر کردن الله و نصرت دادن دین الله و جهاد کردن در راه الله. خب بعد از این صاحب کتاب میگوید بلغنا نبأ نجاحك في تأدية الامتحان ولا تسل عن فرحنا لما عرفنا الخبر وإننا جميعا لفي انتظار قدومك بفارغ الصبر وإنا لنهنئك بالنجاح الذي احرزته و الى ان نراک بیننا قریبا. میگوید که بلغنا رسید برای ما نبأ نجاحک، یعنی خبر پیروزی تو، خبر کامیابی تو، فی تأدیت الامتحانات در ادا کردن امتحان ها، ولا تسل و نپرس، بهتر بگیم ولا تسأل عن فرحنا و نپرس از خرسندی ما، لما عرفنا الخبر وقتی دانستیم خبر را، وقتی شنیدیم، وقتی پی بردیم خبر را، خبری نجاح و بگیم کامیابی را. و ایننا جمیعا و هر آینه ما همه لفی انتظار قدومی که، یعنی در انتظار آمدن تو هستیم. قدوم آمدن، یا در انتظار رسیدن تو هستیم، یا در انتظار آمدن تو هستیم. بفارغ صبری، یعنی بی صبرانه. و انا لنهنئک و ما و هر آینه ما حتما تبریک میگوییم تو را. حتما هنئ یهنئو، یعنی تبریک میگوییم، نهنئو تبریک میگوییم تو را، نهنئو که تبریک میگوییم تو را، بالنجاح الذی احرزته با کامیابی که رسیدی تو به اون کامیابی یا به دست آوردی اون کامیابی را. و الی ان نراک بیننا قریبا و تا این که ببینیم تو را در بینمان به نزدیکی، و تا این که ببینیم تو را در بینمان به نزدیکی. بلغنا
نبأ نجاحك في تأدية الامتحانات ولا تسأل بهتر عن فرحنا لما عرفنا الخبر وإننا جميعا لفي انتظار قدومك بفارغ الصبر وإننا لنهنئك بالنجاح الذي أحرزته وإلى أن نراك بيننا قریبا. میگد که رسید برای ما خبری کامیابی تو در ادا کردن، در سپاریدن اگزمین ها، امتحان ها، و نپرس از خرسندی ما زمانی که دانستیم ما خبر را و هر آینه ما همه امان در انتظار آمدن تو هستیم بی‌صبرانه و هر آینه ما تبریک میگوییم تو را به کامیابی که به دست آوردی اون کامیابی را و تا این که ببینیم تو را در بینمان بزودی، تا این که ببینیم تو را در بینمان بزودی. بلغنا نبعو فاعل بلغنا فعل و مفعول به، نا مفعول به است. نبعو فاعل بلغه، نبعو مضاف نجاحک مضاف الیه. فی تأدیة الامتحانات ولا تسل، لا ناهیه است. عن فرحنا لما عرفنا فعل فاعل، الخبر مفعول به عرفنا. و اننا، ان حرف مشبه بالفعل، نا اسم ان، جمیعا حال است از نا، جمیعا این حال می شود از کلمه نا. لام لامی مزحلقهش میگویند، این لام را لامی تأکیدش میگویند، لامی توکید است. لامی ابتدا باید در اول می آمد، اما اینه که آمد این مزحلقه می شود، بعد در خبری این نده می دراید. فی انتظار قدومی که جار و مجرور متعلق به کائنون خبری این نه، این نا را گفتیم اسم این است، فی انتظار قدومی که خبرش است. و این لام لامی مزحلقه، لامی توکید، لام ابتداش هم بگه میشه، لام توکیدش هم بگه میشود. بفارغ صبری و اینا، اینجا هم همچنین این از حروف مشبه بالفعل و نا اسم اینا، این و این نا هم بگه میشود و این نا هم بگه میشود. هر دی نمود گفتنش جایز است، یعنی میشود این نا بگیم، میشود این نا بگیم، هر دوش یک معنی دارد. این نا، پس این با اسمش، لام با هم لام مزحلقه، پیشتر گفتیم لفی لامش مزحلقه، این هم لام مزحلقه است. نهنئو فعل مضارع، جمله فعلی خبر اینا، این را خبرش این جمله فعلی است. نهنئو که فعل فاعل مفعول به، بالنجاح الذی صفت نجاح، احرزته جمله فعلی صله الذی، و الی ان نراک، و الی ان نراک، و الی حرف جاره، ان مصدریه ناصبه مصدریه، نراک فعل ماضی، فعل مضارع و با تعویل مصدر الى رؤیتک بیننا قریبا. بین ظرف است، برای خاطر منصوب است. قریبا اعرابش میتونه بگیم نایب از جای مفعول مطلق است. قریبا نایب از جای مفعول مطلق است، یعنی اصل کلام و الی ان نراک بیننا رؤیا قریبا، رؤیا قریبا، یعنی تا اینکه ببینیم ما تو را در بینمون دیدن بزودی. قریبا صفت رؤیا بود، مفعول مطلق، پس قریب رؤیا را حذف کردیم، قریبا را موندیم، شد نایب از جای مفعول مطلق، برای همین خاطر منصوب است. بعد از این میگوید اجاد انت ام هازل، یعنی آیا تو جدی هستی یا شوخی میکنی یا هزل میکنی. آیا تو جدی هستی یا شوخی میکنی. همزه استفهام جادون مبتدا انت، اجادون انت، جادون یعنی آیا تو جدی هستی، مبتدا شد. انت ایره میگیم فاعل جادون صد مسد خبر، فاعل جادون، زیرا که جادون اسم فاعل است، اسم فاعل عمل میکند، با همزه استفهام در عمل اولش که آمده است عمل میکند، تکیه کرده به همزه استفهام. پس انت میگیم جادون اسم فاعل، مبتدا اسم فاعل یعمل عمل فعله، عمل فعلش میکند. انت ضمیر منفصل مبنی علی الفتح فی محل رفع، فاعل جادون صد مسد خبر، راسته که خبرش نمیگیم، میگیم صد مسد خبر است، زیرا که اصلا فاعل است،
اما جادون مبتدا کشید را بعد میگیم صد مسد خبر. حاضلون امی عاطفه، حاضلون عطف است در جای جادون. میگه بل جادون، بلکه جدی هستم، بلکه جدی هستم. اترضى ان اواصل دراستي في المعهد، یعنی آیا راضی میشوی که دوام بدهم درسایم را در مکتب؟ اترضى ان اواصل دراستي في المعهد، آیا راضی میشوی که دوام بدهم درس خواندنم را در مکتب؟ میگوید ولم لا، و چرا نه، ولم لا، چرا نه. اذن فعليك ان تمنحني مبلغا من النقود یا ابتی. میگه اذن یعنی پس، اذن ترجمهش پس، فعليك ان تمنحني، پس لازم است برای تو، فعليك ان تمنحني یعنی لازم است برای تو، ان تمنحني این که بدهی برای من، این که ببخشی برای من، این که عطا کنی برای من، مبلغا من النقودی یعنی مقدار از پول، مقدار از پول، یا ابتی ای پدرم، یا ابتی ای پدرم. اذن فعليك ان تمنحني مبلغا من النقود یا ابتی، پس لازم است برای تو ببخشی برای من مقدار از پول، یا بدهی برای من مقدار از پول ای پدرم. پس کلمه یا ابتی، یا ابتی اینجا در یا حرف ندا است. این ابتی چی کلمه است؟ این ابتی اصلا همون کلمه یا ابی هست. دقت دادید؟ همون کلمه چی است؟ یا ابی. پس ابی را ما شما میدونیم، یا ابی یعنی ای پدرم. پس این ابی چرا ابتی شد؟ چیکارش کردیم که ابتی شد؟ پس در زبان عربی دو کلمه هست، یکمش اب هست، دویمش هست. تقریبا 8-9 نمود در ندا میتونیم فریادشون کنیم، 8-9 نمود در ندا میتونیم فریادشون کنیم. مثلا میتونیم بگیم یا ابی، یا که یا امی، یا قطع بگیم با حرف یای ساکندار، یعنی ای پدرم، ای مادرم. این یک نمودش. دویم نمود یا ابیه، دقت دادید؟ یا را فتحه میتیم، یا ابیه یا امیه. این دویم نمودش. ترجمهش همون چیز، ای پدرم، ای مادرم. می شود که ما یا را حذف کنیم، بگیم یا ابی یا امی، یا را حذف کرده هستیم. پس می شود ای پدرم، ای مادرم. ترجمهش گفتیم تغییر نمید. 3 نمود شد. و چهارم نمودش می شود یا را قلب الف کنیم، پیش از قلب الف کردن، پیش از الف فتحه باید داشته باشد. پس می شود چی؟ یا ابا. این الفی که می بینید همون یا است، یا ابا. یا که میگم یا اما، الف قطعی، یا ابا یا اما، یعنی ای پدرم، ای مادرم. 3 نمود، 4 نمود شد. و بعد از این ما میتونیم بگیم که الف حذف کنیم، بگیم یا ابا یا امه، یا ابا یا امه، یعنی ای پدر، ای مادر. بعد از این میتونیم که اون الف، اون یایی که بود، این یا را قلب تا بکنیم. دیدید؟ قلب تا. وقتی قلب تا کردیم، این تا را 3 نمود حرکت دادنش جایز است. میشه بگوی که یا ابتی، کسرش بتیم، چطوری که خودش نوشتگی بود. یا ابتی، این 1 نمود، ت را کسره دادیم. ترجمهش هم ای پدرم. این ت از کجا آمد؟ این ت بدل، جای نشین همون یای حذف کردگی من هست. فهمو؟ این بدل جای نشین از همون یای حذف کردگی من هست. پس میتونیم بگیم یا ابتی کسره قطعی، پس میتونیم بگیم یا ابا تا فتحه قطعی، پس میتونیم بگیم یا ابا تو. دقت دادید؟ یا ابا تو. 3 نمود گفتنش جایز است با حرف ت قطعی فقط. پس اون عددا را حساب کنید همگی چند تا شد؟ 7 تا 8 تا شد. خب باز یه حالت دیگر هم داریم. میتونیم این تا را ه تلفظش کنیم، یا ابه یا امه.
دقت دادید؟ این می شود. خب پیشتر که یا ابتی را گفتیم میشه بگو یا امتی یا امتا یا امتو، یعنی ای مادرم. ترجمه‌اش هم یک چیز است، فقط طریقای گفتنشون نوشتنشون به همین طریقا جایز است. و آخرینش یا ابو گفتنم جایز است، یا ابو، یا میتونیم بگیم یا ابو یا امو، اینم جایز است. پس اینها طریقای هستند که کلمه اب و ام را می شود به همین طریقا چکار کرد؟ بیان کرد. می شود به همین طریقا نوشت یا فریاد کرد. تقریبا 10 11 نمود شد، چند نمودی شد، عدداش حساب کنید و نوشته در ذهنتون داشته باشید. خب اکنون اعرابش چه خیل میکنیم؟ چطور اعرابش میکنیم؟ خود همین کلمه مثلا یا ابتی را، کلمه یا ابتی را اعرابش یا حرف ندا است، یا حرف ندا. ابتی پس میگه منادا منصوب و علامت نصبه الفتحة المقدره قبل یا المحذوفه. این طور اعرابش. پس این فتحه که دیگه ابد است این چی است؟ نه، این فتحه را در اعراب نمیگه، میگه فتحة المقدره قبل یا المحذوفه، یا که حذفش کردیم یعنی همون، یعنی اصلی کلام رو میگیره. گفتیم که ما اصل اینجا چی است؟ یا ابی. این طریق است. پس انا همین یا را نامش میگیره، برا کسره که دارد انا میرا نامش میگیریم که یا حرف ندا ابی، یعنی اب منادا منصوب علامت نصبه الفتحة المقدره، فتحة المقدره قبل یا المحذوفه، قبل یا المحذوفه. مقدره برای چی است؟ برای اشتغال المحل به حرکت المناسبه، یعنی که یا مقابل خودش کسره قبول طلب میکند. پس این کلمه یا ابا تی بود. و اب میگیم باز مضاف است و یای محذوفه مضاف الیه است. اما این ت چی است؟ این ت را میگیم مبنی علی السکون عوض عن الیاء المحذوفه، مبنی علی السکون عوض عن الیاء المحذوفه، یعنی مبنی علی السکون از حرف است، جاینشین از همون یای حذف کردگی من هست. این یگان رول در اعراب بازی نمی کند. دقت دادید؟ و یک چیز دیگه آخران من، یا ابتی گفتن، یا ابتی گفتن فقط در شعر جایز است، یعنی هم یا را بیاریم هم ت را، این ت گفتیم عوض جاینشین از یا است، هر دش یک جای بیاد، فقط در شعر در ضرورت شعری جایز است، اما در غیر اون جایز نیست. خب بعد از این میگوید علی الرأس والعین یا بنیه، علی الرأس والعین یا بنیه، یعنی با علی الرأس والعین یعنی که با چشم ای فرزندم، ای فرزندکم، یا با کمال خرسندی و آسودگی خاطر ای پسرکم. بعد از این میگوید اشترا ابونا دراجتین، دراجة لی و اخرى لاخی و ابونا نفسه یملک دراجة ناریة. میگه که خرید پدر ما دو دوچرخه، دو تا دوچرخه خرید. دراجة لی یک دوچرخه برای من و اخرى لاخی و یک دوچرخه دیگر برای برادرم. و ابونا و پدر ما نفسه یعنی خودش، و ابونا نفسه و پدر ما خودش یملک دراجة ناریة یعنی مالک است، صاحب است موتورسیکل را، یعنی که صاحب موتورسیکل است، یعنی پدر ما موتورسیکل دارد. یملکو یعنی صاحب است، دارا هست، دارد. دراجة ناریة یعنی موتورسیکل. اشترا فعل ماضی، ابو فاعلش، ابو مضاف نام مضاف الیه، دراجتین مفعول به اشترا. دراجتن لی و اخرى لاخی، این دراجتن برای چی منصوب است؟ بخاطر این دراجتن بدل از دراجتین است، بدل است. دراجتن در حالت نصب است مفعول به، پس دراجتن بدل است از این، بدل بعض من کل. دقت دادید؟ دراجتن لی میشه بگم دراجتون لی و اخرى لاخی. اگر دراجتون گفتیم پس در صورت مبتدای خبر مبتدای محذوف می شود، یعنی الاولو دراجتن، دو درجه، الاولو دراجتون لی یعنی یکمش دوچرخه من بود و اخرى
لاخی و دویومش برای برادرم بود. این طور هم گفتنش جایز است. و ابونا نفسه، ابو مبتدا مضاف، نا مضاف الیه، نفسو این تاکیدی معنوی هست برای ابونا نفسه. بعد یملکو جمله فعلی خبری ابونا هست. دراجتا ناریتا مفعول بهی یملکو است. دراجتا مفعول بهی است، ناریتا صفت برای دراجتا هست. پس این هست حوار و گفتگوی درس 88. با همین درس 88 به آخر رسید. تا درس آینده یکایک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. الله حافظ و مددگار. این درس هم از 1 ساعت گذراندیم. باز هم معذرت خواهی میکنم، اما چیزهای مهمی هست که باید ذکر بکنم. چطوری که درس گذشته قید کردم، بسیار چیزایی هست که باید بگویم، به خاطر وقت طولانی شدن، وقت گنجایش ندادن، نمیتوانم همه اونها را به سمتان برسانم. تا اینکه کسان جدی عربی میخواهید جدی عربی را یاد بگیرید، پس معذرت خواهی میکنم از شما که همه اون چیزهایی که مهم است براتون گفته و رسانده نتانسته استادم. اما انشاءالله همین قدری که میگویم اینها را اگر حفظ کنید و بدانید و از یاد کنید، براتون یک نعمتی بزرگی است که این طور درس را پیدا نخواهید کرد. الله سبحانه و تعالی توفیق ما را زیادتر بگرداند تا اینکه باز هم از این زیادتر و واضحتر و روشنتر و ساده‌تر برای شما بتوانیم تقدیم و پیشنهاد بگردانیم. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.